بابا مشتلق بده. ول کن بابا، حوصله ندارم. تو ایمیل دعوتنامه فرستادن واسه داوری. داوری چی؟ ورشو. واقعا؟ مامان جان ورشو استان گیلان بود داره؟ وا چی میگی نقی؟ قایم شهر بود، اونور قایم شهر، یه شهر کوچیک. نقی ورشو پایتخت لهستانه. لهستان؟ چی میگی ماما؟ یا ابوالفضل ای خدا، داوریه. فدای تو بشم. گر زحمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. وقت داره؟ 10 روز وقت داری که بهشون بگی میری یا نمیری. میرم من 4 تا درست باره این حاجی بکنم. نلیس کن بابا جان. نه زنگ بزنم که این جواب منو نمیده. تکلیف منو یه سره. الو حاجی جان، حالت خوبه؟ روبروشی سرکه فی چاق دماغی؟ خب ما که بازنشست کردی. حاجی جان حقیقتش اینه که اصلا به صلاح من نبود که راننده شما باشم. الان کمترین شغلی که به من پیشنهاد شده داوری مسابقات کشتی ورشو مجارستانه. لهستانه. مهمه این که من قبول کردم به شما خدمت رسانی بکنم به خاطر یک هفته از کلیه که تن شریف بابای من تو تن شما هست و اینا مشغول زنبل من اگه بخوای زنبل منی که اگه بخوای مثلا فکر کرده باشیم من به خاطر شرایطی به خاطر موقعیت خودم رو چسبونده باشم به شما مجلسیات تحت هیچ شرایط اینجوری نیست. در آخرم میخوام اینو بگم یه پایان تق بهتر از یه تلخی بی پایانه. فدای تو بشم، روزت بخیر. نقی جان این دعوتنامه یه مسئله داره. چیه؟ یکی از تیمایی که تو شرکت کرده اسرائیله. من اینو به رسمیت نمیشناسم. اسرائیله. نه نظر تو اونجا مهم نیست که. بعد منظورم اینه که یعنی که اگر یه پایه کشتی اسرائیل باشه یه کشور دیگه باشه من اونو سود نمیزنم. خیلی خوب نقی گوش کن. اصلا مهم اینه که این کشتی بانوانه، مسابقات کشتی بانوان. دوبله عالی شد. چرا؟ برای اینکه کشتی زنان اصلا تلویزیون ما نشون نمیده. خب نشون نده. تو مسلمان نیستی؟ تو مکه نرفتی؟ تو حاجی نیستی خوده؟ نه من گفتم میرم اون قضاوت میکنم کشتی زنانه. من میگم دوبله عالی شد که چقدر خوبه که تلویزیون مملکت ما همچین چیزی رو نشون نمیده.